درود رفقا، به چنل انیمیشن حواشی خوش اومدید. بدون معطلی بریم سراغ حواشی این هفته. ببین بچه ها، گورگ سیپ صدا میشه شخصیت بیست بوی توی انیمیشن های تایتان های نوجوان اگه اشتباه نکنم و بنتن بوده. پس از 20 سال از این نقش اخراج شده. سیپس میگه برادران وارنر مشخصا شخص سم رجیستر رو بعد از اینکه علنا اعلام کردن به پارکینسون مبتلا شده اخراج کردن. قابل توجهه که گورگسیپ صدا پیشه شخصیت‌های کوین در مجموعه بنتن هم بوده. از سری الین فورس فکر کنم تا آمنیورس و در ریبوت هم متاسفانه این نقش رو ادامه داده، چون ریبوت افتضاح بود. میگن میخواستن که هر حال اخراج کنن و متاسفانه ایشون دچار بیماری هستن و خب هنوزم دارن توی توییتر خودشون میگن. تمام بازیگران سریال تایتان ها انتخاب شدن و من از سم ریجیستر التماس کردم که منو به عنوان پسر هیولایی اخراج نکنه و خانواده‌مو از هم نپاشه. من هنوزم میتونم توی نقشم خیلی عالی عمل کنم، حتی با وجود مواجهه با علائم پارکینسون اجرا میکنم و میتونم همه این اتفاقات رو درست کنم، یعنی همون میتونم خیلی خوب دوبله کنم. اما متاسفانه خب به حرفش گوش ندادن و برای کارتون نتورک و کلا برادران وارنر حاشیه‌های خیلی بدی به وجود اومده و خیلی از مخاطبای کارتون نتورک بهشون حمله کردن و میگن که چرا باید کسی که 20 سال با صداش خاطره داریم اخراج کنن. و خب بعد از این توییت هنوز هیچی مشخص نیست که چه اتفاقی قراره بیفته و آیا دوباره به سر کار دوبله برمیگردنشون یا خیر. و تا اون موقع هم کسی کاری از دستش بر نمیاد. فقط اگه میتونید توی توییتر یا حالا فعال هستید، میتونید گرگ سیپس رو، اگه اشتباه نکنم اسمش درست داره، گرگ سیپس رو توی توییتر سرچ کنید، ازش حمایت کنید و همچنین کارتون نتورک رو هم چند تا توییت میتونید بهشون بزنید که آقا این کار رو نکنید، زشته، و بالاخره میتونید یه ذره بهشون کمک کنید. که البته این تمام قوانینیه که خودش گفته، یعنی قوانین که نه، یه ذره راهکار و پیشنهادات بوده که خودش گفته. و از اینم که بگذریم، برای دانکن رولا یا دانکن، من همیشه توی این اسما بد میمونم. خب برای دانکنولا گفتن که آقا یه ذره حواشی به وجود اومده و مثلا خیلی بهش حمله کردن راجع به اینکه تو چرا اینقدر بی‌توجهی نسبت به اخبارها و سوالایی که ما از دست میپرسیم. آیا مثلا سری جدید بنتن کامیکه قراره بیاد یا ما رو مسخره کردی؟ و اونم در جواب گفته که نه، مطمئن باشید که من شما رو مسخره نکردم و قراره بیاد و در حال ساخته شدن هم هست. و همین، امیدوارم که از این ویدیوی کوتاه لذت برده باشید و تا ویدیوی بعدی چنل انیمیشن نواشی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. گود بای.